پرونده موضوعاتی را در دستور کار قرار می‌دهد که بسیاریان را دیده یا شنیدند، اما از کنار آنها ساده می‌گذرند. پرونده در هر شماره خود به زوایای پیدا و پنهان یک موضوع و یا یک شخصیت خواهد پرداخت. همین پیروزا شیخ تو مطالبش گفت قبولاندم به که دیگر نمیتوانیم بجنگیم. گفتیم امام بپذیر، این مردم خسته شدن دیگه نمیخوان و من از همون لحظه احساس کردم که خدا از من توقع انجام خدمت بزرگی رو دارد و خودم رو آماده کردم. اسلام یه سخنگویی داره، منم نگفتم من سخنگوشم، سخنگوش خمینی است. آقای میرحسین و آقای خاتمی با توجیه این که ما خط امامی هستیم میخوان از مردم رأی بگیرن. این سبزی هرزه علف‌ها به هوش. حالا به فرض که مثلا نیروی انتظامی یا یه مأموری اشتباه کرده، حالا فرض کنیم که یه قتل دیگه. پرونده پنجشنبه‌ها و تکرار آن دوشنبه‌ها از تلویزیون رها.